زمانی که دولت احمدی نژاد آمد سر کار، کل دیون معوقه بانکی 12,000 میلیارد تومنه. وقتی رفت بیرون 260,000 میلیارد تومنه. رو پخش کردن بدون اینکه ضمانت‌های لازم برای بازپسگیری اونها داشته باشن. همین تفکر آمد چه کار کرد؟ برای اینکه این منابع غارت شده از بانک‌ها رو بتواند جبران کنه، آمد شروع کرد به افزایش قیمت ارز مجدداً و افزایش قیمت سکه. 62 تن طلای کشور رو آب کردن، سکه کردن، دادن به بانک ها و اینا رو با قیمت های بسیار بالاتر فروختن تا دزدی هایی که تو بانک های ما شده رو جبران کنن. ما در طول جنگ در سال 1365 کل درآمدهای ارزی کشور 7 میلیارد دلاره. چطور شده که امروز 80 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور کفاف تأمین آقایون رو نمیده؟ چه اتفاقی افتاده واقعا؟ و این منابعی است از کشور خارج شده. ما با فرار سرمایه روبرو هستیم. بانک های فاسد غده سرطانی اقتصاد کشور هستند و مادامی که این اصلاحات در اینجا صورت نگیره، امکان حل مشکلات اقتصادی کشور منتفی است. بنابراین یک آینده بسیار تاریک در انتظار حاکمیت. نگران تمامیت